السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکات. برادران، السلام علیکم و رحمت الله و برکات بر برادران و خواهران و سلام بر جمیع بندگان الله متعال. موضوع امروز چندین نقطه در اثر کسر و کمبود و تفکر در حال همدیگر و غنیمت شمردن چیزهایی در زندگی، مخصوصا غنیمت شمردن والدین و خانواده و غنیمت شمردن صحت و سلامتی خود و ثروت و اموالی که از طرف رب العالمین به همه بندگان عطا شده، باید از صمیم قلب غنیمت بشماریم و شکر الله متعال به جا بیاوریم و از الله ذوالجلال و الاکرام سپاسگزار باشیم. شاید خیلی از افراد باشند که چیزهایی که شما دارید یا ما داریم آنها نداشته باشند، و آنهایی که ندارند، حتی آنهایی که هیچ چیزی ندارند، با نداشتنی هایشان هم باید شکر گزار باشند. خیلی از انسانهایی که زندگی می کنند فرزند هم ندارند یا صحت و سلامتی هم ندارند یا خانه و منزلی هم ندارند. اینها هم از رب العزت و الکرام، از عزت ذوالجلال سپاس گزار و شکر گزار باشند. همه این کسر و کمبودی ها و ناسلامتی ها، هر چیزی که در دنیا پیش می آید و پیش آمد می شود، امتحانی از الله متعال و ذوالجلال و الاکرام است. بازم شکر الله یکی از فرایض دین و دنیوی است که باید به جا آورده شود و در نمازهای پنجگانه برای خودمان و مخلوقات دعا کرد. الله متعال ارحم الراحمین است و برادران، ناشکر و ناسپاسی از الله متعال مغروری به بار می آورد و باید تمام انرژی خود را در روز برای کار کردن و رزق به دست آورده شود و تلاش بکنیم تا از زندگی عقب نمانیم. زندگی کردن و کار کردن برای زیبایی دنیا و جامعه است و برای خوشحالی خانواده و شاد بودن پدرها و مادرها می باشد که برای ماها رحمت للعالمین هستند و برای بهترین شدن زندگی و برای بهترین زندگی هایمان و دار و ندارهایمان باید هم علم و دانش و در پای علم و دانش مشغولیت کاری داشته باشیم که یکی از ضروریت های زندگی است که بعضیا علما میگویند مخصوصا در روز جمعه بین خطبه فرصت کوتاهی است. فاستغفروا انه هو الغفور الرحیم. اگر سید استغفار در همان لحظه خوانده شود و خیلی کارساز است، اما بیشتری علما گفتند اون ساعت اجابت دعا هست. فاصله بین نمازهای 5 وقت و فاصله بین نماز عصر، مخصوصا در روز جمعه مبارکه، چیزی خیلی مهمی است. صلوات و استغفار و دعا و هر کس در روز جمعه الله متعال با ذکر و خواندن قرائت کلام الله مجید را یاد کند و یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحمان یا رحمان بگوید 100 بار یا 500 بار، هر حاجتی که داشته باشد نزد الله متعال اجابت می شود. مخصوصا قرائت آیت الکرسی از شر شیطان دور می سازد و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم
میفرماید آیت الکرسی انسان از بلاها و ظلم و ستم دورتان میکند و شما را حفاظت میکند. زندگی مال کسی نیست که ما ره گذریم، یک شبی آمده یک شبه از جهان میگذریم. مال دنیا همه را غافل از این کرده که ما سهم از این خانه نداریم و فقط در سفریم. عاقبت گر عمری باشد ماندگار، این سخن را میگذاریم بر همه ما یادگار. می نویسیم روی کوه بی ستون، زنده باد یاران خوب روزگار. برادران و خواهران عزیز، گول دنیا را نخوریم، مغرور نباشیم. آدمیزاد گاهی یک عمل کوچک اون را به سلطانی میرسد و یک آه کوچک انسان را به نابودی میکشاند. ماهیان شهر ما از کوسه ها وحشی ترند، بره های این حواله گرگه ها را میدرند. سایه از سایه هراسان در میان کوچه ها، زنده ها هم آبروی مردگان را میبرند. برادران عزیز، امیدوارم سالم و تندرست باشید. امشب شب شنبه عزیز اول هفته هست. امیدوارم که دعای خیر برای همدیگر و دعای خیر برای امواتتان، دعای مغفرت را فراموش نکنید و از قرائت قرآن مجید غافل نشید. همون کلام الله مجید که انسان قرائت می کند بازم ذکری از کلام الله و دوست شدن با الله متعال هست. برادران و خواهران مهربان، ببخشید که وقت شما را گرفتم و چند لحظه‌ای برای شما صحبتی کردم. امیدوارم که همیشه سالم و تندرست باشید و در حفظ الله متعال قرار بگیریم. اللهم آمین یا رب العالمین. بازم امشب انشالله سوره فاتحه برای امواتتان و دعای مغفرت برای امواتتان فراموش نکنید. در صحت و سلامتی و طول عمر با عزت و خوشحالی با لذت قرار بگیرید. اللهم آمین، اللهم آمین، اللهم آمین یا رب العالمین. برادران از صمیم قلب همه شماها را دعا می کنم. امیدوارم که انشاءالله سالم و تندرست باشید. ممنون منت از شما. خدا حافظ.